سربازان قرغیز برای پیشگیری از قاچاقچی غیرقانونی در مرز با ازبکستان به هوا تیر شلیک کردند. حادثه در محله تازه سوی ناحیه اکسی ولایت جلال آباد رخ داده است. منبع تاکید کرده است که حدود 50 ساکن دهه اقتبا کوشش کردند چند چهارور را غیرقانونی به قلمرو ازبکستان انتقال دهند. در کشور همسایه شریکانشان انتظار قاچاقچیان بودند. قید کرده است منبع. مرزبانان قرغیز به این نقشه خلل رسانیدند. آنها از ساکنان طلب کردند که فوراً از اقدام خود دست کشند، اما به گفته نظامیان ساکنان به حرفهای آنها اعتبار ندادند. سپس مرزبانان قرغیز از سلاح خود استفاده برده به هوا تیر خالی کردند. پس از این به جای حادثه نظامیان و سرحدبانان ناحیه اکسی حاضر شدند. مقامات با نفرانی که مرز را ویران کردند مذاکره کرده بعد آنها را رها کردند. چند بعد مرزبانان در همین محل یک شهروند 27 ساله قرغیزستان را بازداشت کردند که می‌خواست 16 سرچاروا را برای انتقال به ازبکستان به ماشینش بار می‌کرد. نمایندگان خدمات مرزبانی دو کشور برای مبارزه با قاچاق چاره‌های ضروری می‌اندیشیدند. حالا وضع در مرز معتدل ارزیابی می‌شود.